برنامه امروزی آمدیم به چشمه دوغ. که نمایندگی ما همیشه 3 تا هست کار میکنیم دیگه. تقریبا کارم هم حدود 20 سال 25 سال میشه سابقه است دیگه. باز با ما یک افتخار بزرگ دیگه هم هست که دیگه دوستا یاد گرفتن دیگه جا جور کردن، کار میکنن، یک لقمه روزی حلال پیدا میکنن دیگه. یک نمایندگی نبود از زیر بند شکردره جور کردیم یک هتل. قصه چشمه دوغ برات معلوم است قصه چه رقمه؟ والا اصلا خود چشمه دوغ سابقه خو همی کاریزا بود دیگه. مردمای ما که همی ماس و دوغ همی آورده که یخی گپا و یخچال نبود، بازی رو میگرفتن همون کاریز میماندن اینجا صرف میشد و باز اونمو چشمه به نام چشمه دوغ منشور شد. خب من پخته کنم. خب اینا دوستا عزیز خرابش نکنم اوستا جان. اینا دوستا عزیز پرسان میکنیم در خانه یا داره یا دیگه نه. استاد. ما در پانتون که از مسافری کردیم 4 سال مسافری کردیم دیگه. حالا که از دیگه مدی کردن یاد دارم. حالا خود زنها این وقتا که از خودشون 2026 است دیگه. این وقت که از زنها دیگه شوی میگیرن که و دیکدن کالا شستن و تو کدن کلش بلد باشه دیگه. ما شکر خدا که است دیگه ما بلد هستیم اگه کار. اگه من میال باشم تو از طلاق تام والا سوختان چی میگی؟ نه نگو استاد. خمیال سمبوسه را سوختان دی خود من سوختاندم. بله. اون چه میتونم بخیر. امی مردم شمالی ما باش میگیم امی منطقه را که شکردره میگه چشمه دو میگه، بعضی مردم که از کودامان میگه. چرا ما طبیعت خوش هستن علتشون چی هست؟ ولی مردم طبیعت خوش هستن، مردم میونواز هستن، پیشنواز هستن یا همون خودی هم داره یا مردم نمی ما نوازی که از مردم شمالی که شکر کودامان که نام داره. نام داره. بله. یک خوبی است که اینجا هر اقوام زندگی میکنن. کچو است کچولو گنگنه. خب و کچولوش باز 6 رقم ترکاری داره، 16 رقم مساله خوش داره. این مسافرها بیچاره که می سعی میکنن دیگه دلشان میشه دیگه امکانات نیست در خارج دیگه. وا خوردنشان با سخت است. افغانستان که میاد دیگه کوفته از این چیزا میباشه. اما ترسید بله بله. یک مشتری ما سابق خورده بوده که اومده هر چی میگیش ما نمیتونیم برای شما بولاری تندوری جور کردن. میگه نه امروز بولاری شما رو نخوریم، بسیار راه دور اومد نمیشه. خودم پخته کردی جور که سر ما بازور دیگه فامیلی آورده بوده با مجبور برشان جور کردیم. این دیگه میفهمی که دوغ وطنی است دیگه. دوستای عزیز یا این بوتلایی که شما میبینی بوتلای کلان است. مبارز هستم بچه تایمانی. بچه تایمانی. نه بچه تایمانی را پیدا کنید. بچه تایمانی چطور است می سمبوسه که شما اینجا میخورید؟ حالا همی کبیر مجاهد یک ذره نامی هست که میایم همیشه که میایم همیشه میایم. محمد اسماعیل هستم از ولایت قندز و ولسوالی خاناباد. دمی دوغ که شمال چی گرد میکنید؟ یعنی چکس و ماس گرفته میشه در خلطه میندازیم تصفیه که شد با پس همراهش دوغ جور میکنیم. بادرنگ داره، ناناس، اینمی چیزا. خب این ماس چی که از دوغ هم کس از چکه جور میشه؟ از چکه جور میشه بیادر ما. محمد آقا از ایران همیشه دیگه در بخش می دوغ و در بخش می سمبوسه و کتاجی سبت. بگویم روزانه چقدر امی دوغ جور میکنید؟ روزانه در زمین سطلات تقریبا یک 8 تا امی روز عادی جور میشه. روز یادی او روزی که پیر بار با چند تا جور میشه؟ روز جمعه یک 15 تا 16 تا جور میشه.
بیلر بگیم دیگه. دوستای عزیز این بیلر که شما میبینید چند لیتر هایی می؟ این تقریبا 200 لیتر 300 میاد. 200 لیتر که به که روزانه روزای عادی که از 8 تا 9 تا 10 تا جور میشه، روزایی که بیربار باشه تا 20 تا جور میشه. نم شبیر احمد ده ننگرهار اچین ولسوالی شینوار ایم. دلته د ستا وظیفه چیه ده؟ چپلی کباب بخوام. د ورځې څومره د چپلی کباب تاسو وباسئ داسې معلومات کیږي وکړي. اول نو د ورځې د 8 کیلو 10 کیلو غوښه سورجي غوښه وځي. روزانه چقدر میفروشید معلومات میشه؟ جان روزانه دیگه معلومات نیست دیگه، مختلف است دیگه، بازار بازم گفته میدونی که چقدر میشه معلومات میشه بتون دیگه معلومات صحیح نمیشه دیگه. در کدام وقت باز بیرو تان زیاد باشه؟ ساعت 1 بجه 11 12 عادی چارش نمیشه بیربار ما میباشه. این عالم 12 بجه است دیگه. جان از این وقت بیربار شروع میشه دیگه. این خمیر سمبوسه است یا خمیر بولانی؟ نه این خمیر سمبوسه است. این روغن گرد میشه، باز بولانی با روغن گرد نمیشه. روز چقدر خمیر تر میکنی؟ والا روز در روزای عادی 7 بوجی 8 بوجی، با در روزای جمعه 20 بوجی. 20 بوجی. روز پنجشنبه با خوبه، با جمعه بیروبار زیاد. دوستای عزیز در روزای عادی که است 7 بوجی و در روزای بیروبار که است 20 بوجی. روز چقدر پیسه میده؟ روز پیسه نمیده، غیر روزگمی دیگه چیز دستمال چیز جور نمیشه اینجا. اما تو به خاطر که بیروبار داره خیلی زیاد است نام خدا. بیروبار میده دیگه، روز 300 400 200 200 وقت چهار پلیس اینجا. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ اینجا حدود یک 20 سال 22 سال میشه. اوه دیگه اینا که سفر شدیم همینجا دیگه. ما میره حالا میگفتیم کاکا کسی میگه کس روی سفید شده. اوه والا کاکا نگو دیگه نه. خب خیلی کاکا نگویم. نه بچه. شما از طرف من در خمیر رفتین؟ اینجا خمیر میشه، این سمزغالا میشه. باز نه پیش ما اینجا کم اینقدر اوارش میکنیم، برای لالا صفتشون میپرتیم. اونا کلانش میگن که جور میکنن، مثلا ما اندازش برابر شوانه. باز میبرن میتون برای بیادران اونجا چیایش هست، پوری دگیایش. واپر میکنن میره سر کردن. نمیسم با سب پخته کردن کدام کارش خیلی سخت است؟ مالا کار سخت است، باز دیگه کار شایی باز قدر سخت‌تر بود. اینا ما خو نواسیم اگه شاگردی کنیم کدام کار و ما بگه بکو سخت باشه باز ما رو دیم کار سخت باشه. این نه کار آسان شد. کار سختش که از فعلا خمیر است. خمیر همین خمیر که استاد عبدالرحمن جور میکنه.
هموطنان عزیز سلام. در برنامه امروزی آمدیم به چشمه دوغ. اینجا چشمه دوغ است و ما در سمبوسه فروشی آقای صاحب کبیر مجاهد که در پولیم است، این شخصیت است که برای خیلی از هموطنان ما که زمینه کار برابر کرده. آقای صاحب بسیار زیاد تشکر که به ما وقت دادی. درباره زمین سمبوسه که از اینجا فروخته میشه میگه 3 تا نمایندگی دارید و درباره زمین یک معلومات اگه بدید. در قدم اول خود تشکری از خودتان میکنیم، از همکارایتان یک برنامه خوب تهیه میکنین. دیگه می نمایندگی ما همیشه 3 تا هست کار میکنیم دیگه. تقریبا کارم هم حدود 20 سال 25 سال میشه سابقه است دیگه. باز با ما یک افتخار بزرگ دیگه هم است که دیگه دوستا یاد گرفتن دیگه جا جور کردن، کار میکنن، یک لقمه روزی حلال پیدا میکنن دیگه. یک نمایندگی نبود از زیر بند شکردره جور کردیم یک هتل. باز رضای خدا باشه کدام روز اونجا میریم یک دفعه سعی کنین یک چیز بخورین، یک وقت توت است میوه است دیگه. ما خدمت مردم خود هستیم. بخیر باشی سید. امی قصه چشمه دوغ برات معلوم است قصه چه رقمه؟ والا اصلا خود چشمه دوغ سابقه خو همی کاریزا بود دیگه. مردمای ما که همی ماس و دوغ همی آورده که یخی گپا و یخچال نبود، بازی رو میگرفتن همون کاریز میماندن سرد میشد و باز اونمو چشمه به نام چشمه دوغ منشور شد. حالا متاسفانه دیگه اونمو چشمه خوش شدن، کاریزا پایین رفته سطح دیگه و خوش شدن. حالا چشمه دوغ هم نیست از بین رفته. آقای صاحب چقدر شاگردان اینجا داری که مصروف کار هستن؟ اینجا چقدر یخو مرکزیش است؟ یعنی کلش اگه بگید چقدر است؟ نام خدا که کلش اگه مجموع کنیم 100 نفر کار میکنن. 100 نفر کار دیگه همیشه 50 نفر همیشه کار میکنن، کلشون میشه شاید زیادتر هم باشه. شاگردای ما مثلا که همیشون شاگردا دارن، اگه وارا مقایسه کنید بیش از 100 1.5 نفر تا وال کار میکنن دیگه. می یک زمینه کار با مردم مساعد شدن. آقای صاحب ما دمی خود دمی سمت که ما یک چیزی از هر ولایت کس میگه نفر جمع کنه، از هر ولایت کس نفر جمع کنه، از کلابات من برم میکنیم کارماندا جنگا دوستای عزیز. اینجا سمبوسه فروشی استاد کبیر مجاهد است که شما بخش کنید که ما هر بخش معرفی کنیم. از این بخش میریم کل بخش سمبوسه فروش سابقه دار چشمه دوغ است که خیلی مشهور است. حیث همراه ما است دیگه. میخوایم از این مرحله براتون شروع کنیم که از این مرحله شروع کنیم. میریم کچالواش دوغ چیزی که در اینجا پیدا میشه کلش با شما با تصویر میکشم. آقای صاحب سلام، خوب است ان شاء الله؟ خوب هستی سرخوب جان، میرم بخیر و سلامت باشی. به می دوستا اول خودم یک معرفی کنی. اسم قایم است. قایم جان اینجا چی شما میفروشید؟ جان سمبوسه است، پکوره است، 2 رقم از بولانی است، بولانی کدو است جان میفروشیم. زیفیت که سمبوسه رو به مردم توزیع میکنیم، خلطامونو به مردم مشتریات توزیع میکنیم. روزانه چقدر میفروشید؟ معلومات میشه؟ جان روزانه دیگه معلومات نیست دیگه، مختلف است دیگه. بازم گفته میدونی که چقدر میشه معلومات میشه بتون دیگه معلومات صحیح نمیشه.
در کدام وقت باز بیرو بارتان زیاد میباشه؟ ساعت 1 بجه 11 12 بعد 4 میشه بیوار ما میباشه. این حالم 12 بجه است دیگه. جان از این بیوار شروع میشه دیگه. دوستای عزیز میریم دیگه از اون جایی که از بخیر که کچولو شروع میکنه چرا رقم جور میشه کلش به تصویر کشیم. راهنماییتون میکنه نفر هست دیگه. بخیر باشید سلامت باشید. دوستای عزیز شما تصویر میریم از جای شروع میکنیم که از مرحله اول براتون شروع میکنیم کی جهت چی پیدا میشه به شما با تصویر میکشید. مادیم اینجا دیگه اجازه هست استاد جان؟ خیر مادرش استاد جان صد خوب است بخیر است ان شاء الله خوب هستی بیدارا جورسی وظیفه شما اینجا چی است دیگه بخیر وظیفه ما کچولو دیگه انداخته میرم نمیشه که دوش شود باز پوست کردم میرم باز میپر بالا. روزانه چقدر کچولو شما پست میکنید؟ روزانه 20 سر نه اینجا باز چند نفر هستی کار؟ 5 نفر 6 نفر 4 نفر میباشم. کی هست این دوستات اگه با ما نام میشه بگیریم؟ سلیم آموز حاکم سند مایشو کل تانه می باشندی از این چشمی دوغ هستیم؟ همین جستی گل شکر داره میشن؟ دوستای عزیز این مرحله اولش است که بخیر کچولو میبینه که پست میشه بعد از او که از سوره جوش میته باز او را که از پاک میکنه جورش میکنه. شما میبینه کچالوایی که بخیر کچالوی وطنی است دیگه از وطن است نه؟ دیگه بخیر جا که از دیگه پست میشه دیگه بعد از اینکه از این جای اولش است یعنی از اینجا که از کارشان شروع میشه. من استاد اجمل هستم که بولره. استاد اجمل چقدر وقت میشه اینجا کار کردی استاد کبیر میکنی؟ اینجا خب یک 3-4 سال میشه 10 سال سابقه کاری دارم. 10 سال یه خاطر جالب داخل ما قصه کو 10 سال کردی یه خاطر جالب داخل قصه کو استاد اجمل که این دوستام دیگه خوش شوند همین خاطر جالب تر بشنون. حالا خب فعلا اون خاطره جالب یادم اومد. خب از یاد رفته خیر بود پسان میم ان شاء الله. دانا چقدر بولانی جور میکنی شما؟ 3000 میشه. 3000 باز قیمتاش چند است؟ 20 نفر. دوستای عزیز در بولانی سمبوسه فروشی کبیر مجاهد یا سابقه دار که میگه بغیر از سمبوسه که از اینجا بولانی هم جور میشه. بولانی که است قسم استوایی و تندوری دیگه شما تصویر میبینید که اینجا جای بولانی جور کردن است دیگه. ما مزاحم کار و ساز نمیشیم چون کارشان زیاد است بیروبارشان زیاد است میرم دیگه قسمتشان رو مشغولشان میکنم. دوستای عزیز ما در با سمبوسه فروشی استاد حاجی صاحب کبیر مجاهد هستیم که این دیگه میفهمه که دوغ وطنی است دیگه. ببین به اینجا که ابوجا امی مساله به خاطر سمبوسه خمیرش چه رقم جور میشه و مساله چه رقم جور میشه همراه ما ببینید. خوب است بخیر است ترا بیای مشکل خو نیست. خب سیس ببخشید گفتم باش بزنیم شما. اینجا که از دیگه نوی جان که از نوی جان است نه؟ جان بله. یک شخصی که از خیلی شخص ماهر است. نوی جان شما که هستمی مساله سمبوسه را شما جور میکنم. بله مساله را شما جور. خب این طریقی شما ما یک ذره که ایشان میتونید انداختی مندازه چه رقم میکنی؟ دیگه فعلا نمک چند انداختیم که مرچ مسالهش. دیگه فعلا از ماشین تا بالا نکشیدیم. شاید ماشین نکشیم بعد از این یکاتش میکنیم. ماش من دادیم دبینش ترکوری چیزایش است. روزانه چقدر سمبوسه به مردم جور میکنید؟ معلوم میشه؟ والا دیگه معلوم نیست دیگه یک سر جور کردن میریم دیگه معلوم نیست چه تخمین چه میریم. خب انتخاب پرسان خط کردیم از چند روز تا چند شب دیگه مصروف کار است؟ میگه 6 بجه صبح میم دیگه تا 10 و نیم بجه شب. 10 و نیم بجه شب مصروف است. دمیجه که است بغیر از کچولو باز دیگه چیزام جور میکنه تنها مسئولیت کچولو است. مسئولیت کچولو هم جور میکنه دیگه. یکان تو فرمایشی بگه ماشی براش ماشی هم جور میکنیم. خب ماشین است؟ بله ماشی هم است. خب چقدر وقت میشه کار بار زیر میکنی؟ تقریبا 1 سال میشه.
ای سال میشه دمیجه کار کردی دیگه جمع کار کردی؟ در کل بخشایش کار کردیم. خب یعنی دمی سموسه فروشی استاد کبیر ایسا کبیر که از دیگه نمی جان دیگه وقت اینگه کسی است که شخصی اعتباریش هست. نمی جان وزیر از کدام ماشین میکشی؟ این ماشین میکشیم. خب دی ماشین بله. خب تک تک اکشی شما تو دوست از این تنت کشیده میشه. شما ببینید تصویر این از ماشین هست از اینجا چیش میکنه از اونجا خودش چیز میکنیم. اینا دوست عزیز همین طریقی کشیدن کچولو. نوی جان دی چی گرد میکنه دی مساله تون؟ دی مساله دیگه موش است، ترکاری است، نیش پیاز است، گندنه است، گشنیچ است، نانای تازه است، ماش است، این چیز است. پوپشنی از ترکاری باب است. کل ترکاری باب است. بله. هموطنان عزیز این طریقی است که نوی جان مساله یا میکچلو رو جور میکنه به خاطر سمبوسه. دیگه بیربارش هم زیاد است چون حالا که است دیگه چاش میشه. دیگه چاش هم هست 12 بجه است دیگه مردم خیلی زیاد میه. نوی جان در کدام فصل که است بیربار باز زیاد میبار سر شما؟ حالا دیگه فصل این روزای جمعه این وادا بیر پنجشنبه و جمعه بیربار میباشه. دیگه گفتم زمستان تابستان بهار کدام فصل؟ نه تابستان بیربار میباشه. بخیر باشی نوی جان. شما دیگه کار نکنید دوست عزیز. در پالی ازی که است نوی جان اوجه که از خمیر جور میکنه. دیگه میریم ما موجه خمیرش رو میبینیم که چه رقم خمیرش جور میشه. بخیر باشی نوی جان. شکر نمیشه گفت بعد کردن تو تصویر بگیریم. سایس ان شاء الله موجه میبینیم و واپس میریم. دوستای عزیز پالوی نوی جان که است دیگه اینجا یک برادر دیگه ماست. تو دیگه خمیرش جور میکنه. دیگه باش ما خب باز این بغل بیم که خمیر است. سلام استاد جان خوب است ان شاء الله؟ خوب است بخیر است. به می دوستا اول خود یک معرفی کنید. عبدالرحمن است اسمم. عبدالرحمن جان تو اینجا خمیر جور میکنی. این خمیر سمبوسه است یا خمیر بولانی؟ نه این خمیر سمبوسه است. روغن گرد میشه با بولانی با روغن گرد نمیشه. چه رقم روغن گرد میکنی؟ روغن نباتی؟ نه پیپکی نیا. خب نباتی است نه؟ نه اونو پیپ است. خب امو نباتی می. عبدالرحمن جان چطور است کاروبار چطور است زندگی چطور است؟ خدا شکر فضل خدا ببین بارم شکر. البته که از مسئولیت که از خمیر است. روز چقدر خمیر تر میکنی؟ والا روزای عادی 7 بوجی بعد روزای جمعه 20 بوجی. 20 بوجی. روز پنجشنبه با خوبه جمعه بیروبار زیاد. دوستای عزیز در روزای عادی که است 7 بوجی و در روزای بیروبار که است 20 بوجی. این خمیر دیگه این روغن مفت سخت میزنه می خمیره. باز این نسبت به نان نسبت به خمیر بولانی فرق داره. اون نرم است سخته. خاطر که این روغن است. خب من خمیر آرچه گفتم منی که آرد از کدام قزاقی میگشه بعضی پاکستانی میگشه. قزاقی است. قزاقی است. ترمایده است. خب بخیر باشی عبدالرحمن جان بخیر باشی. مزاحمت نمیشم دیگه. بخیر بود سلامت باشی. مزاحمت کارت نمیشم. دوستای عزیز اینجا جایی است که خمیر به خاطر سمبوسه جور میشد و نوی جان ما پیشتر شرکت که ما اینجا میکس میکنیم. برات نوی جان ایره چه رقم میکس میکنید؟ تو بله سلام علیکم. خوب است ان شاء الله. اینا بدل شدی. خوب است ان شاء الله. به می دوستا اول خودم معرفی کنم. اسم ما اسدالله است دیگه اینجا کارمندم. اصلا جان پیشتر ما اومدیم نوی جان گفت که ما بر پاس بر گرد میکنیم. دیگه این چه رقم گرد کردن چه میترخه شده دیگه تو میکنی نوی جان؟ تو راست که این خو مسئول نوی جان است. دیگه ما بخش جور کردن سمبوسه و کلی مربوط ما میشه دیگه نوی جان مسئله مربوط. دوستای عزیز ما همراه نوی جان هستیم. این مرحله است که ما شما اینجا بریم نزدیک نوی جان که با ما تشریف کنه. نوی جان این مرحله مکس کردنش هست نه؟ بله این ماش سالمون دادیم در سرش. اون سر از این ترکاری چیزا چمون دادیم سری چیزا چه با مکس شد. خب اینا مکسو که دوستان میبینه بخیر قسم خاط کردیم مکس هم خاط کردیم. نوی جان از این خاطرای جالبت ما یک قصه کنی نکردی بیخی. والله خاطرای جالبت نداریم. داری خو یاد شاید نباشه. یادم هم نیست نداریم. این دیگه سیریاس این سیریاس بله. این ماش هست نه؟ خب
دوستای عزیز این ماش است و این کچالوس، این سیر است، این شما میبینید که ترکاری درش گرد کرده. کم کم ما هم میخوریم بخاطر که مزه میده و نوی جان دیگه که از با ما گرد خود کرد. این آوردک بخیر. نوی جان این چی هست دی؟ این دیگه مشکیات است، گشنیچ است، نانای تازه است، دیگه 3-4 چیز است. این چرا رقم نتیس میکنی؟ نام خدا خوب دوستای پالوان داری. دیگه از این یک تاش چقدر سمبوسه جور خواهد شد؟ معلومات میشه بده؟ معلومات نکردیم، نه فعلا دیگه معلومات نکردیم چقدر. نوی جان تو خود همینجا کار میکنه نه؟ بله. همینجا کارم کردی. نمیدونم با سب پخته کردن کدام کارش خیلی سخت است؟ مالا کار کل سخت است و باز دیگه تو مختشی باز قدر سخت‌تر بود معلوم اینا ما خو نواسیم اگه شاگردی کنیم کدام کار و ما بگو سخت باشه باز ما رو کار سخت کرد. این کار آسان شد. کار سختش که از فعلا خمیر است. خمیر. همین خمیر که استاد عبدالرحمن جور میکنه. این سخت است دیگه. همین خمیر سخت است. ولی شاگرداشم که هستن میماشاشون هم بلند خود باشه دیگه. موشش فرق میکنن. هر رقم از دیگه 300 چروس تا 500 400 400 فرق میکنه. تو چند میده؟ مرا 500 میده. بعضی مردم است میگن نه ما حال نمیگیم فهمیدی که کس خبر نشه. نه گپا نیست دیگه کار نیست که بالا. آدمی صبحی تا شام دیگه. تا شام بله. تا ساعت 12 تا نیم بجه میباشه. خانم با جنیزی که. خانم با آدم جنیزی که. یکی گپی دیگه که می مردم شمالی امی شکردره کدامان امی کل افول اصولی که منم کدامان یاد میکنم. امی خیلی طبیعت خوش هستند. علت از چی است؟ علت چیزی که مردم خوب هستند اینجا مردم. یک علت چخما میفهمم. میگه شیر ماست میخوام بخاطر شیر ماست هستن. بخاطر شیر ماست میخوام که شیر ماست هستن یکی جای خوب تفریحگاه اینجا خوبه. و یکی دیگه کس میگه میوه زیاد داره میوه میخورن دلایشون تازه است. میوه من خدا فرض اینجا جات است. هر رقم میوه بخوای پیدا میشه. دوستای عزیز بله من پیشترم گفتم شمالی که است بالخصوص کدامان، شکردره، استالف، کلکان، میربچکور، فرزه، گلدره این هفت ولسوالی که مربوط کابل میشه این به نام کدامان زمین یاد میشه و خوبی مردمی است که خیلی میمان نواز خوبی خیلی میمان نواز است. هر خانهشون که بری از چیش معلوم میشه که هر خانهش یک میمانخانه داره. بله اینجا نام خدا مردم میمان نواز است، میمان خوش دارن. و یک دیگه کی است امی چیز زیاد است امی میوه خوب پریمان است. ات پریمان است که میگه با مید یگا میگه بی صاحب است میگه هر کس که بخوره دقیقش نیز از انگور، شفتالو، گیلاس هم طرف. ولی اینجا میوه هر رقم میوه بخوری است. شفتالو از گیلاس است، انگور است، سیب است، آلوبولو است، زردالو است. دیگه هر رقم میوه بخوری ناک است. در لبنیات هم که از شیر ماست چکه و کوچ پنیر هم که از خوب پریمان است. بله از این خاطر مردم شمالی که میخورن مردم شکردره که شیر ماست هستن امیت ماست هستند و خوش اخلاق هستند امیت خوش طبیعت هستند. علت اشمی است که هر صبحی که از شیر ماست میخورن چاش دیگر که از یا میوه میخورن جای تفریح دارن دیگه میرن دیگه قصه غم نیست. بله بخیر باش سلامت باشی. خلاص کار ازی. خب دوستای عزیز دیگه نوی جان که از یکی از کسایی هستن خیلی بچه طبیعت است، خوش طبیعت است. کل بچه‌هاش که از خوش طبیعت است و یکی از خوبی‌های پیشترم گفتم که یکی از خوبی‌های همین مردم شمالی که از شکردره که از بالخصوص از آی صاحب کبیر دیگه که از هر ولایت که از نفر است. ما پیشتر دیدم از هر ولایت هستن. دیگه که از به این دلالت میکنه که اینجا که از میمان دوستی زیاد است و مردم که از همین صله رحمی دارد و خوش دارد میمانه. بخیر باشه دوستای عزیز همراه ما باشه. جا مرحله گر کردنشون بود جا میریم بخیر. مرحله جور کردن بولانی. استاد جان اجازه سلام علیکم. ماندنش خوب است بخیر. جور هستی؟ از همینجا شروع کنم تو بگیری شفامی کلشان بدمش. دوستای عزیز اینجا مرحله است، مرحله جور کردن سمبوسه. نام خدا شاگرده استاد میبینید که از 20 تا زیاد خواب باشه نه؟ همینجا میگم. اینجا گفتم بیشتر از 20 تا. بیشتر. ببین دوستا والا خدا یک معرفی کنید. اسم صفی والله جان. امی کار اینجا کی است دیگه ما کار سمبوسه را میکنید سمبوسه میجا میکنیم میگه هر کارش اومد دیگه مقصد خمانده است دیگه برو یایسی کار کنی. چقدر میشه که اینجا کار از چی را میکنی که استاد اینجا هستی شاگردی میکنی؟ ما شاگرد خیلی دیر میشه این میجا فکر کو یک 6-7 سال میشه این میجا که هستیم. خب باش خواهیم یک
پرسان کنیم که خفه نشید. چه خب زیاد وقت دی. روز چقدر پیسه میدادی؟ روز پیسه نمیده، غیر روزگونی دیگه چیز ما چیز جور نمیشه اینجا. اما تو به خاطر که بیرو پارتن خیلی زیاد است نام خدا. بیرو بار میده دیگه، روز 300 400 200 300 باز مستان دیگه بازارا یکم چی میشه با 200 300 میشه. روزی که مثلا گرمی زیاد باشه باز پیسه زیاد میتونه. روزی که گرمی کم باشه باز کم میده. روز بازار از دیگه اینا بازار شوه و نوام اون میته. اگه بازار نشه دیگه اون چیز نیست. خب نفرم شاگردام زیاده، چیز کم فکر کن 30 نفر میشیم با روزای جمعه یک 70 80 نفر میشیم. اما تو کچورو پرکاری یا در چکنی یا اینجا این تیت دانه است. بخیر باشی بیادر، بخیر باشی. مصروف کار هستیم، مصروف نمیشیم ان شاء الله. ما دیگه اینجا خوش میشیم، چند دقیقه از کار برای خوش میشیم. کارگریز از دیگه خفه نمیشیم. بخیر باشی، بخیر باشی. آیسه خوب است ان شاء الله. سلام علیکم. خوب است، بخیر هستی. می دوستا اگر خود یک معرفی کنید دیگه. اسم صفت الله. صفت الله کاکا. خب کارت کی از دیگه اینجا کی هست؟ می خمیر اول کاریست، بخش کاریست اینجا. چقدر وقت میشه اینجا کار؟ اینجا حدود 20 سال 22 سال میشه. اوه دیگه اینا که سفر شدیم همینجا دیگه. ما میره حالا گفتم کاکا کسی اینجا کس روی سفید شده. اوه والا کاکا نگو دیگه نه. خب کاکا نگویم. نه بچه. بچه بگویم منی. امی مرد شمالی که هست می کدامن میگیشه نه؟ خیلی طبیعت خوش است. علت از چی است؟ علت از این که هست طب خوش هستن نه؟ امیرا بعض مردم میگه شیر ماست وطنی میخورن. برای ما است اینجا نام خدا جوی اور روان است. شیر ماست، قیماق، چکه، دوغ، هر چیز از شما. مردمی کدامن کس میگه میوام زیاد داره به خاطر که دل خود غم نمیته، به خاطر طب خوش است. خوش. بخیر باش کاکا جان. دیگه اون باز تر کاکا گفت. خیر پروا نداره. الله خواهش میکنم بخیر باش. ما بریم پیش بخش دیگه بخیر. پیش ایسا میرم. دوستای عزیز اینجا دیگه مرحله است که ایسا سلام، خوب است ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ جور بخیر. بخیر خوش آمدید. خیرت. خوش باشی، بخیر باشی. اینجا کدام مرحله اینجا کدام مرحله میگه؟ اینجا بیادر بخش اورگری است. شما از طرف اومد خمیر رفتین؟ اینجا خمیر میشه، این قسم زغاله میشه. باز نه پیش ما اینجا کم اینقدر اوارش میکنیم، برای لالاسفتشون میپرتیم. اونا کلانش میگن که جور میکنن، مثلا ما اندازش برابر شوانه. باز میبرن میتن برای بیادران اونجا چیایش هست، بریدگیش. واپور میکنن میره سرکاری. دوستای عزیز، آقای صاحب نصیر که وطندار ما است، نگویی که از تو نامت پرسان نکردی. دیگه ما که از اونجا شروع کردیم، باید اینجا شروع میکنیم. اصل چیز ما کس لالا صفت است. رئیس ما. رئیس لالا صفت است. او را که کاکا صفت میگه نگو ما خاطر کاکا نه که زن دوم نمیتونه. او زن دوم میگه. امکان داره، ارادهش داره، ولی از خانه پات است. کاکا صفت میگه زن دوم میگه. باز کاکا گفتی. ها نمیگم. میشه باز جور کو خیر. لالا صفت میگه. لالا جورش. صحیح است. خیر باشی. بخیر باش کاکا نصیر. دیگه شما مصروف کار هستید. دوستای عزیز، این مرحله که از اونجا که خمیر میاد مسئله زد میشه، بازی که از جور میشه، بازی که از قط میشه، بازی که از دیگه مرحله‌اش است که سوره بتون نشان میتم که وطندارای ما مصروف کار هستند. دیگه از ایران پرسان کنیم. سلام بیادر، خوب است ان شاء الله؟ خوب هستین؟ شکر خدا است. با اجازه می کلتون دیگه کمیته کا بزنی صحیح است. خب حالا با ما یک شیرم بگو. چی بگم؟ شیر بگو نه؟ شیر یاد ندارم. حالا رئیس شدی دیگه. خب اینجا این کدام مرحله میگه؟ این مرحله پرکاری میگه. ما سمبوسه را پر میکنیم، اینجا که پرش با سرکاری میبریش. خب یعنی دی اتاق کسی دیگه مرحله آخریش است. آخری همینجا است. اینجا پر میشه، دیگه تمیز پر میشه، باز انتقالش میتیم سرکاری یا با گفته میشه. بخیر باشی بیادر، بخیر باشی. دوستای عزیز، اینجا مرحله پرکاری سمبوسه است که از اینجا بعد میرن به جایی که سمبوسه پخته میشه. ما میریم اون جایی که سمبوسه پخته میشه دیگه. اگه کدام دانش پاتنوس هم است، مرا می پاتنوس کم بده. اینا دوستای عزیز، اینا دیگه ما پاتنوس پر کردیم دیگه. دی پاتنوس کاکا چند تا خال بوده این پاتنوس؟ بیشتر از 100 دانه دیگه، 120 130 دانه میاد. اینا را میبریم بخیر، ما کار خود کردیم بخیر. دوستای عزیز، اینا بخیر ما پاتنوس تیار کردیم بخیر، اینجا آوردیم با
استاد جان ما. استاد جان سلام، خوب است ان شاء الله؟ ما کدی مایک آمدیم، کدی پتمیس خود آمدیم. خوب است ان شاء الله؟ بگی خمیره یک دقیقه بزنید. اینجا دیگه میبینی که سموسه را پخته میکنه. استاد جان سلام. و علیکم السلام. خوب است ان شاء الله؟ نامک چی است کوکو جان؟ نامکم نجیب. کوکو جان چقدر وقت میشه که کار میکنی؟ یک سال میشه. 8 سال. امی وظیفه تمیز که سموسه را پخته میکنی؟ وظیفه ما اینجا تا داخل هر کل کار یاد دارم. دیگر کار است دیگه خیلی. امی شاگردا از امی هتل هم که است، از کاکا کبیر هم که است، کلش هر کار است. کلش هر کار یاد دارم. ادبرت معلوم میشه که روزانه چقدر پخته میکنی؟ نه. هیچ حساب نکنی تو بود؟ حساب نه. تخمینی اگه بگی چقدر پخته میکنی؟ تخمینی یک را دار اگر پیش بشینی حساب بگیری ما خود میتونیم. فقط که بیرو بار زیاد است دیگه. دوستای عزیز، در چشمه دوغ همه جا که هست می سموسه پخته می شما میبینید. و از کبیر مجاهد که هست کسی است که سابقه دار است و خیلی مردم میاد به خاطرش دیگه. یاد بگیری. خب من پخته کنم. خب اینه دوستای عزیز، خرابش نکنم استاد جان. اینه دوستای عزیز، چرا؟ خب باش ما اینجا پخته میکنیم. من نیست بگی استاد تو بر برای خالی که نه استاد سیز کوکو جان. تو اینا استاد اگه ما را شاگرد بگیره ما را چند خواهد داد؟ بگیریم تا شاگرد. خب اینا از این بیادر پرسان میکنیم در خانه حیا داره یا دیگه نه؟ استاد ما در پانتون که از مسافری کردیم، 4 سال مسافری کردیم دیگه. حالا که از دیگه مدی کردن یاد دارم. حالا خود زنها این وقتا که از کلشان 2026 است دیگه. این وقت که از زنها دیگه شوی میگیرن که و دیگه کردن کالا شستن و تو کردن کلش بلد باشه دیگه. ما شکر خدا که است دیگه ما بلد هستیم کوی کار. اگه من میال باشم تو زود طلاق دادم سوختان. چی میگی؟ نه نگو استاد. اگه گفتی باز مرا باز مردم باز خوش نمیکنن. باز خمیال سمبوسه را سوختان دی خود. من سوختاندم. بله. اون چه میتونم بخیر. اینا بگی استاد جان. در خانه دیگه چی را یاد داری؟ هر کار یاد داریم. کالا چی را یاد داری؟ اول که از کالای سفید میشی که در زندگیت میشی، باز کالای نیلی را میشی، باز یک کالا را میشی، باز آخر که از کالای سیاه را میشی. چون ما از یک خاطره داریم که در پانتون که ما کالا را میشستیم، اول سیاه رشته بودیم، باز آخر که از سفید شده بودیم. کل چرا که کالای سیاه که از سفید اومده بود. ای والا کاریگر هستی، دختر میبودیم مگر. بخیر باشید. سلام باشید. پخته کردیم دیگه. حالا را بگیرم بخیر میت میشن. اسوس ما. با خبر جد نشی کجا بر فرق میشه. ما بخیر بطلیقه کار کنم مگنی. کاکا سلام. خوب است ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ امی مردم شمالی اول خود یک معرفی کنی. شوفر قریشی هستم از این منطقه هستم. قریشی صاحب تگزری طرف شو. امی مردم شمالی ما باش میگیم. امی منطقه را که شکردره میگه، چشمه دو میگه، بعضی مردم که از کودامان میگه. چرا مت طبیعت خوش هستن؟ علتشون چی هست؟ ولی مردم طبیعت خوش هستن، مردم میونواز هستن، پیشنواز هستن. یا خودی هم داره یا مردم. در ما نوازی که از مردم شمالی که شکر کودامان که نام داره. نام داره. یک خوبی است که اینجا هر قوم زندگی میکنه. پشتون تاجیکی گپا که از میشینی است. باز فرق نداره که ما سی پشتون تاجیک هم برادر هستیم. هم یک دستکار میگم هستیم. امی خوبی از این افول سوری که بنام کودامان یاد میشه. می خوبی چیزی که قومی است که اینجا زندگی میکنه. پشتون فارسی وان میگه نمیگه، حتی خیچی کرش میکنه کرزاره تاجیک ازبک. این گپا نیست. نه بیادر مسلمان هستیم، نه افغانستان هستیم. ولی گپا که ازش مولی که از این شکردار زیاد از گپا قصه گپا نمیشه. تعصب، قم پرستی، زبان پرستی هیچ گپا نیست. خودت از چطور نکیدید از هر قوم نفر بود. پشتون هم بود، تاجیک هم بود، فارسی وان هم بود. دیگه کامبی از این نمیاد. بله. به خاطر که مردم شمالی که هست میگه میوه زیاد میخوره، طبیعت خوش هست. ولی همه میوه انگور بیادر همیشه وقتی گیلاس وقتی شفتالو با طبیعت داره. اگه دیگه کی هست میگه ماست دوغا کی هست خوب پریمان داره. پریمونی هم میشه. بله.
عوام پر ایمان داره. چیرماس از همه جان داره. اما تو که شیرماس هستن، اما تو که از طبیعت خوش هستن. همین شیر ماست که زیاد میخورن. باز اما تو شیرماس هستن، اما تو طبیعت خوش هستن. بخیر بخورید، بخیر باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. بغیر از اینکه اینجا سمبوسه و بولانی جور میشه و یک دیگه چی این دوغ میبینی، این دوغای چشمه دوغ که میگه، چشمه دوغ یس میگه مسئول از دستی بیادر آتم یا تگو. سلام بیادر، خوب هستین؟ سلام خیر بخیر سلامت باشید. اینجا که هست مسئولیت دوغ اساس دیگه. روزانه چند بوتل سودا میکنی؟ والا دیگه حساب نمیشه اینجا. کلان زد فروخته میشه بوتلای خود زیاد میره. حالا خب که هست دمی شمالی دوغ که هست از ماست وطنی جور میشه. اینه با شما از ماست جور میکنی از چکه؟ از ماست چکه است وطنی. یا از چکه است حالی؟ با چکه ماست. هر دوش میکس. اتفاقا معلوم میشه که روزانه چقدر اینجا ماست میاد. شما با خاطر شیر جور خود شیر میتلین ماست جور میکنین. چه رقم؟ والا مردم از کریم میره، از دیگه جایا میره. اینجا حساب نمیشه. روز چقدر میاد. یعنی دیربارتان زیاد است. بخیر باشی بده. سلامت باشی. ما بریم دیگه منطقه‌ای که دوغ از کدام جای هست؟ اینجا هست. خب دوستای عزیز یا این بوتلایی که شما میبینی بوتلای کلان هست. کلان 60 روپیه خورد 20 روپیه است. کلان 60 روپیه خورد 20. و ما باز چند است؟ با شما خیر 50 روپیه. بخیر سلامت باشی. اما تنان عزیز در اینجا در این منطقه که است از میماس یا از میچی که است در این منطقه که است می دوغ جور میشه. غلط کردیم بیا اوج دیگه جاست ببخشید. ما کده هتل والا کده کارمندای وساس مجاهد صحبت کردیم. اینجا بعض دوستا هستن اومدن که دوستای خود که کرشان یک چند کلمه از یام بشنیم. بیادر سلام. بیادر سلام ان شاء الله بخیر. ماندن شی کلتان ماندن شی. خب برنامه‌نگی از این بچه‌ها دیگه میتونم یک چند کلمه کرمو گپ بزنم. چرا نه 1000 دفعه. بخیر باشید. ببین سوال می خودم معرفی کنید. مبارز هستم بچه تایمانی. بچه تایمانی. نه بچه تایمانی را پیدا کنید. مبارز جان امرای دوستای دیگه آمدی هر وقت می یا امروز سر خورد؟ والا ما هر وقت که میشه تب لگه میم سنو چکر بخیرم. سنو چکر داره میم بند شاه روز میریم. خب عالم که از تصمیمتون کجاست؟ حالا بخیر سمبوسه را که بخوریم میریم بند شاه روز میریم. بند شاه روز میری. یعنی دیوالاتم که یک معرفی کنی با ما. والا این دیوالا که ما پاچا است به نام پاچای چاره شهید. این دیوالا که ما کامبیز نام داره. کامبیز. بچه که دیوال ما سمیر نام داره. دیگه یک مزامل است یا روید است. من یک ذره می شرمت چرا؟ این همون تخفیف. خب مبارز جان بچه تایمانی بگم یا بچه مبارز جان بگم کدامش خوب است؟ هر چی که میگی. خب بچه تایمانی بگم تا. بچه تایمانی چطور است می سمبوسه که شما اینجا میخورید در سمبوسه فروشی کبیر مجاهد؟ والا می کبیر مجاهد یک ذره نامی هست که میم همیشه که میم میجه میم. چند بار است که اینجا آمدید معلومات برشده یا نه؟ والا ما اینجا وطن ما گلبار است همیشه که میم اینجا دفعه دور میکنید سمبوسه را میخوریم میریم. اوه نه گلبار دیگه مربوطی که گلبار که است مربوط دیگه کدامان میشه نه؟ نه گلبار پیش است مربوط پروان میشه. خب گلبار خوب. بخیر گفتم گلدارم. نه گلدارم اینجا است ما گلبار است. بخیر باشی مبارز جان. بخیر باشی. بخیر باشی سلامت باشی. بخیر شکر زن بخیر باشی. ما اینجا جای است که اینجا بخیر دوغ جور میشه. دوغ شمالی این چشمه دوغ که مشهور است و می مشهور است دیگه. استاد جان که است دیگه جمع که است آی صاحب که است و برادر ما که است دوغ جور میکنه. آی صاحب سلام خوب است ان شاء الله؟ و علیکم السلام بیادر خوش آمدید بیادر. خوش باشی صاحب بخیر. می دوستا اول خود یک معرفی کنید. محمد اسماعیل هستم از ولایت قندوز و سوالی خان آباد. اسماعیل کاکا اینجا که از دیگه دوغ جور میکنه؟ بیادر ما. آی صاحب هم کرده است؟ آی صاحب ما برای ما. یک چند کلمه است بشنیم یا چند کلمه آی صاحب محترم. دمی دوغ کش مال چی گرد میکنه؟ یعنی چکاس و
ماست گرفته میشه در خلطه میندازیم تصفیه که شد با پس همراهش دوغ جور میکنیم بادرنگ داره ناناس اینمی چیزاست. خب این ماس چی که از دوغ هم کس از چکه جور میشه؟ از چکه جور میشه گدر ما. اینا دوستای عزیز یکی از نقل که ما بودیم اگه در خانه دوغ جور میکرده از مردم شمالی که چه رقم دوغ جور میکنه و از چکه جور میکنه. دیگه شما هم که جور میکنی از چکه جور کنی. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنید؟ تقریبا بیادر 12 سال میشه میگه هستیم. پایان دیگه بخیر اینا گفتی اگه تو سفید رفتیم. آی صفات گفت دیگه میگم ما روی سفید کردیم با من 20 سال شده بود. بخیر باشه ایسه ما کاکام یک چند گل ما گپ بزنم. کاکا اجازه است که ان شاء الله اجازه باش من اگذر اجازه بیان نزدیک بیان کاکا جان که کاکا جان سلام خوب هستی شما؟ سلام خوب هستی بخیر هستی طرف خیریتی ام سلامت باش. ببین دوستا اول خود یک معرفی کنی. محمد آقا از ایران همیشه دیگه در بخش دوغ و در بخش سمبوسه و کتاجی سب است. دوستای عزیز یکی از خوبی های کبیر صاحب کبیر مجاهد این است که آی صاحب از قندوز است و آی صاحب دیگه که از هرات است دیگه یکی از امی کودامان شکردره که از خانه تمام اقوام است اینجا میان اینجا زندگی میکنه. آی صاحب چقدر وقت میشه که رئیس کار میکنه؟ تقریبا 10 سال میشه. 10 سال میشه. باز خانه میجاست یا هرات است؟ همینجا هستم. بازیجا که از دیرات که نمیگه بیادر میگه برار خوب است جور است میگه برار اشتانی خوبی بخیر سلامتی. متشکرم از به خاطر که به ایران نزدیک زمین. بله ایران نزدیک با لفظ ایران و هرات قد فرق نداره. به خاطر که 10 سال شده اینجا هست یعنی هم بعضی مردم که از یک جا به دیگه جا نقل مکان میکنن باز زبان یادشون میره. اصلا از یاد رفته یعنی؟ نه شکر از من یادم نرفته. میشتونی هست دیگه. باز دیرات رفت آمد داری؟ بله دارم. روزانه از این کار بگیم روزانه چقدر امی دوغ جور میکنی شما؟ روزانه در زمین سطلات تقریبا یک 8 تا 9 تا امی روز عادی جور میشه. روز عادی؟ او روزی که پیر بار با چند تا جور میشه؟ روز جمعه یک 15 تا 16 تا جور میشه. بیلر بگیم دیگه. دوستای عزیز این بیلر که شما میبینید چند لیتر هست می؟ تقریبا 200 لیتر 300 میاد. 200 لیتر که به که روزانه روزای عادی که است 8 تا 9 تا 10 تا جور میشه. روزایی که پیر بار باشه تا 20 تا جور میشه. دیگه تقریبا چقدر لیتر ها میایسه؟ زیاد میاد؟ زیاد از 300 هم شاید 300 لیتر هم بالاتر میاد. خب دی باز چی گرد میکنی؟ دیگه بادرنگ است، سیر است، پودینه است، نانا همین چیزا گرد میکنه. کدام روز یک خاطره جالب ده ما خصوصا کدام روز به جای نمک بوره انداخته میشه دید بوره انداخته بی نمک جور کردیم بوره بی نمک جور کردیم. چند بار جور کردی؟ یار 2 بار پیش ما شده 2 بار پیش از این شده بی نمک جور کرده. وقتی که سر دوغ زدیم یک نفر اومد مشتری که دوغ بگیره میگه خو این چی رقم دوغ است وقتی که ما خودمون مسحک نمک نداره پس این بوتلا رو خالی کردیم با نمک برابر کردیم باز دادیم به مشتریا. بخیر باشی کاکا بخیر باشی مصروف کار باش ان شاء الله مصاحب نمیشیم و بیربار. دوستای عزیز اینجا دو بخش دیگه شما دادم یکی از امو بولانیایی که در داخل تندور پخته میشه و یکی از دیگه ابتکار گیس که است اینجا چپی کباب جور میکنم دورم به شما نشون میدم. دوستای عزیز ما در اینجا دیگه چپی کباب است. این چپی کباب که است مردم جلال آباد خیلی پخته میکنه چون آدم خان کبابی سالار کبابی اون مردم ها که از کلش پشتو گپ میزنه دیگه یا ما بخیر قوارش مالوش پشتو نورس. سلام روره خیلی ان شاء الله جوړ په خیر صدقه ده شکر جوړ خی شکر ده. اول کې دغه ځان کا معرفي کوم ته نوم شبیر احمد ده ننګرهار اچینول سوال شینوار یم ما چې ویل چې دا ننګرهار خيږي اما سي ننګرهار خيږي. شبیر جان دا کوم قسم چبي کباب دي ساده دي کا دا ساده دي ساده چبي کباب فرمایش راغلی دي ها څونه جوړای به ورته یو دوه خوراکي ویلې دي نو سادم جوړو پنیر والا څه فرمایش هر رقم فرمایش راکې ما څه جوړو به دا خوراک په څو ورکوي دي ساده خوراک 80 روپے دی او پنیر زیتون چې واچو 170 روپے 170 روپے. د ورځې څومره د چپی کباب تاسو وباسئ داسې معلومات کیږي وکړي ول نو د ورځې د 8 کیلو 10 کیلو غوښه سوځي غوښه وځي 10 کیلو 8 کیلو 10 کیلو دا یو کیلو نه څو خوراک کباب جوړي هغه جوړي چپی کباب یو کیلو نه تقریبا 14 خوراک راځي 14 خوراک 14 سرخی غوښه نه نام خدا نام ان شاء الله شبیر جان بس دوستان تاسو وګورئ
چې ننګرهار خلک چې چپی کباب کې ډېر تکړه دي نو په دې خاطر چې د کبیر مجاهد یو خوبي مخکې هم یاده کړه دا و چې د ټولو ولایتونو خلک دلته راځي کار کوي که د ننګرهار ده که د کندز ده که د هرات ده د هر ولایت چې دي دلته خلک راځي دلته کار کوي تاسو خوندورې ویډیوګانې وګورئ موږ به زه د خیر سره پیرکي چې تندوري پیرکی دی هغه پخیږي هغه به درته تاسو ته وښیو دا دوغ که جور میکنه یک نام خدا فرمان است و ما در شمالی که از در شمیدوغ که دوغ جور میکنیم از این چکه جور میکنیم اول ماست باز ماست که از چکه است چکه که از باز دوغ جور میکنیم شما دیدی که شمیدوغ است و اینجا چکه است از این چکه که از دوغ جور میکنه و که است یک چیز نو که آقای صاحب جور کرده به خاطر بعض دوستا که خواهش داشتن اینجا دیگه جایی است که اینجا بولانه تندوری جور میشه دیگه اما تو راست استاد اجمل جور است انشالله صد خوب بخیر ما بیایم اونجا نیستی که بیایم مردمای خارج که هست پیش از میبولانه دیگه تندوری دیگه خیلی دق شده هر وقت که میاد دیگه شما رو خواهد که با ما بولانه و خانگی جور کنید دیگه ما منتظر میباشیم خب مقصد داغ پخته که بخوریم داغ خب باش بیا خواهش میکنم از کدام جور میکنی از کچولو است یا کدوگک کدو است و کچولو گرنه نه خب و کچولوش باز 6 رقم ترکاری داره 16 رقم مساله خوش داره میخواد نه 16 رقم مساله که دیگه قطق پرتی اون چطور مزنت بله بله دوستای عزیز استاد اجمل که است ما پیشترم کاش مصاحبه کردیم اونجا این که است مسئول بولانی پزیش است این اجمل جان پیش خو از تندوری نبود چقدر وقت میشه که یعنی بولانی تندوری رو پخته میکنه نه حضور میکردیم حالا فعلا اینجا باز جای تنگی بوده حالا فعلا اینجا ما این جایی که است از خود استاد است آقای صاحب است نه اینجا مربوط دولت میشه خب املاک است دیگه بازی بولانی را که حالا که پخته میکنی دانه چند پخته میکنی به دوستا 20 روپیه نه خدا شمیدوخ که ما دیگه خب وطن از خودتان از دیگه هر وقت بیاید ما خدمت هستیم شمالی مردم شمالی اما با میمانوازی شما خوش میشه که شما بیاید وطن ما دیگه از میوه وطن ما استفاده کنی از لبنیات وطن ما استفاده کنی از بولانی تندوری خانگی توی کل استفاده ما در خدمت هستیم ما ترسم استاد اجمل چقدر وقت میگیره که برای بخیر که گسار ایشان بکنه برای 3-4 دقیقه میگیره خب این دیگه فرمایش از یکی از دیگه بازش از فرمایش بازش دیگه میاد تا که پخته شم فرمایش هم خب گاز است نه بله کلپاش رو بیار میشه اینه میجه بوانم برد استاد جان سای عزیز بعد از منتظر 5 دقیقه انتظار 5 دقیقه را بولانه استاد اجمل هم که از پخته شد بخیر حال برات میکشه به کدام جا میمونش استاد جان که من خودت چپ کنم خواهی جا میمونش خاکی اما زایم نباش منی یعنی سایز شما ببینید این را باز همینجا چرب میکنی بخیر یک چند داشته بکشه باز چرب کردن شما میشه او آسان از بود یک وقتی این مشکل سر خام است از این بولانه را که از در خانه پخته میکنه دیگه ما خو میخوریم هر وقت میخوریم بدل از این مسافرها بیچاره که میبینن سعی میکنن دلشان میشه دیگه امکانات نیست در خارج دیگه ما خوردنش هم با سخت است افغانستان که میاد دیگه کوفته از این چیزا میباشه اما درست بله بله امی بعضی اوقات که هست میگه تو خو میباشی این مردم که از خارج میامی بولانه خانگی که میگه فرمایش میتن که باش بگی منتظر باشه پختن چی میگه براتون میگه کپ نیست خیر هر چی بگیم منتظر میباشه خب مگم چیزه داغ خوبش برامون داغ بوده خوبش خورد است دیگه فقط میگن چه میگیم منتظر میباشه میگم برامون بولانی پخته یک روز بولانی ما پرشاو بود تندوری این بار زیاد بود رسانده نمیتونست یک مشتری ما صاحب خورده بوده که اومده
هر چی میگیش ما نمیتونیم برای شما بولانی تندوری جور کردن. میگن امروز بولانی شما رو نخوریم بسیار رای دور آمد. نمیشه. بازم پخته کردی؟ جور کرد سر ما بازور میگه. معمولی آورده بوده با مجبور برشان جور کرد. حالا که مردم هم مخته کرده دیگه مجبور است باشون پخته کنی دیگه خانه است که ما میدی و از ما هم از راه دور بیایم دیگه حالا تو با ما پخته نکنی دیگه ما خب باز جگرخون میشیم دیگه پس خانه برید دیگه خانه بگید چمی دوغ رفته بود یا فلانی چیز خوره نه ولا وسادش مال پخته نبود که با ما پخته میگه باز خود که نباشی باز کدام روز مثلا انسان هست یک مشکل پیش میشه باز دیگه شاگرده از خودت هست شاگردا هستن خب ما هم تندوری رو نمیتونم تندوری رو کم مشکل است یعنی خودت هم که نباشی دیگه پرچه واسه دیگه حالا خود نمیتونم بچه‌ها نمیتونم بخیر باش استاد اجمل بخیر باش سلامت باش دوستای عزیز این از بولانی هایی که استاد اجمل مفته کرد اجمل جان دیگه میره مانوش جان خود از کدوگا کسانی استاد از کدوست ها اوزا اشتغل بگی نه استاد مشتری هر روزه ماست هر روز به یک بولانی میاد خب هر روز میاد یکی از این کارگرای ماست میفهمم استاد دوغ هست میشه که گپ زدم نظیرات دوست عزیز واقعا که مزه میتم دیگه ما خو میخوریم دیگه از دل از اون مردمی که مسافر هستن دیگه بولانی ها رو میبینم بولانی وطنی را دیگه بخشش باشه دیگه ما میخوریم دیگه شما سعی میکنید دیگه بسیار زیاد بخشش باشه و بولانی وطن است هیچ جای پیدا نمیشه دوستای عزیز این بود برنامه ما از چشمه دوغ که ما به سمبوسه فروشی حاجی صاحب محمد کبیر مجاهد آمده بودیم که اینجا بغیر از سمبوسه بولانی خانگی توایی و دیگه دوغ ولی که از این وقتا که از چپی کباب هم تیار میکند که شما هر وقت که خواستین بید به شمالی که آمدین به شکردره به چشمه دوغ دیگه آقای صاحب که از به جای یکی سی تا نمایندگی داره در که میدونش که بریم دیگه در خدمت شما حاضر هستن این بود برنامه ما از چشمه دوغ تا برنامه دیگر که من عطاالله وردک از یوتیوب چنل آبدره در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم وقتا خوش خداوند یار مددگار